سلام بچه‌ها، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به پارت آخر از این طراحی با من و مرسی از اونایی که تا اینجا همراه هم بودن و حمایتم کردن. امیدوارم که تا اینجا براتون مفید بوده باشه و بتونم حمایتاتون رو جبران کنم. خب همینطور که میبینید میریم سراغ طراحی پلک پایین چشم. اول خطوط مهم رو پررنگ‌تر میکنیم که از بین نرن توی سایه زدن و بعد با قلم‌های نرم یه سایه اولیه میزنیم و بعدش هم میایم خطوط پایین پلک رو از روی عکس مد نظرتون خیلی با دقت میکشیم. این کار رو خیلی با دقت انجام بدید. بعدش هم میایم با یه قلموی ریز روی این خطوط میکشیم. نیاز نیستش که بزنید داخل پودر، ولی اگه دیدید نیازه خیلی کم داخل پودر بزنید. بعدم با پاکن فرچه‌ای یه سری نورها رو انجام میدیم و با پاکن برقی زیر خطوط رو کار میکنیم. دقیقاً کارهایی که این پای انجام داریم میدیم مثل پلک بالا میمونه. حالا میایم موژه ها رو کار میکنیم. همونطور که داخل ویدیو قبلی هم گفتم، برای آموزش کامل موژه یه ویدیو جدا میگیرم براتون و تمام نکات رو داخل اون ویدیو میگم. اینجا یکم با قلموی نرم روی موژه ها سایه میزنیم و بعدش هم میایم داخل چشم رو تیرگی هاش رو انجام میدیم. این قسمت باید سایه ها رو خیلی خوب فید کنید و تیرگی و سفیدی ها رو کامل انجام بدید تا چشم بود بگیره و انگار جوری باشه که از مقوام چشم زده بیرون، خیلی جلوه طبیعی داشته باشه. قسمت مجرای اشک که تیرگی هاشو کار کردیم میایم با پاکن فرچه اون حالت گوشتی طور رو بهش میدیم. قسمت وسطش رو باید روشن کنید و اطرافش تیره باشه که اون حالت گوشتی رو به خودش بگیره. سفیدی چشم رو هم همینطور، قسمت وسط رو کامل سفید و کنارهاش رو با فشار دست خیلی کم، فشار دستتون خیلی باید کم باشه ها، اون خطی که بین تیرگی و روشنی ایجاد شده رو از بین میبریم. و بله، همینطور که میبینید اینجا رو لک کردم. اینجور لک شدنا رو اول پودری که روش هست رو با قلموی نرم بر میداریم و بعد با پاکن فرچه با فشار دست خیلی کم میکشیم روش تا لکه محو بشه. یا میتونید با پاکن خمیری هم این کار رو انجام بدید. حالا میایم با استفاده از پاکن خمیری روی سفیدی چشم رو کار میکنیم. به صورت ضربه یا حالا یه سری جاها رو خیلی آروم میکشیم. این کار باعث میشه که اگه جایی لک های افتاده باشه اون قسمت محو شه و تمیزتر بشه کارمون. این قسمت زیر چشمم اگه تیرگی یا نوری لازم بود و کار میکنیم با توجه به مدلتون دیگه این کارو. بعدش هم با پاکن فرچه‌ای به صورت ضربه میزنیم جاهایی که نیازه. تقریبا همه جای بافت پوست باید این کار رو انجام بدید. با پاکن برقی هم میتونید این کار رو کنید، اونم اگه نورهای خیلی شدیدی داشته باشه، ولی خب با پاکن فرچه‌ای هم بهتره هم راحت تره براتون. حالا یکم روی موجه های بالا کار میکنم و کلا روی جاهایی که ایراد داره. ببینید توی آخر کارتون به طراحی و عکسی که دارید از کار کامل نگاه کنید و مقایسه کنید. جایی اگه تیرگی کم بود شارژ کنید، اگه روشنی کم بود روشنی ها رو اضافه کنید، یا خطوط و هر چیز دیگه‌ای که باید اضافه کنید به کار، باید شارژشون کنید رو انجام بدید تا طراحیتون بیشتر شبیه به عکسی که مد نظرتون هست بشه.
برای کشیدن مویرگ‌های داخل چشم نوک مدادتون رو حتما تیز کنید تا اون خطوطی که میکشید ظریف کار بشه و خطوط رو موقعی که دارید میکشید رها کنید. کنترل دستتون خیلی این قسمت مهمه. دیگه اینجا هم تمام نورهای آخر کار رو انجام میدیم. هر جایی که نوری بود، هر جایی که روشن‌تر بود، همه رو انجام میدیم چون دیگه آخر کاره و قرار نیست سایه بزنیم که بخواد محو بشه. بچه‌ها مرسی که تا پارت آخر این طراحی همراه هم بودید و حمایتم کردید. امیدوارم براتون مفید بوده باشه و بتونم تمام خوبی‌ها و حمایت‌های قشنگتون رو با گذاشتن ویدیوهای بهتر، با کیفیت‌تر و آموزش‌های خفن‌تر جبران کنم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. نظرتون برام خیلی مهمه. دیگه صحبت نمی کنم و شما رو با صدای قشنگ کندن چسب آخر کار تنها میذارم. دوستتون دارم. فعلا.